با چشم باز نگاه کنید، با بصیرت نگاه کنید. ما روابط با امریکا میخوام چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. مبدأ حرکت، مبدأ انقلاب امام بزرگوار، حرف او رو حجت بدانید. نگاه کنید ببینید امام چی میگفت. دنیای سابق نیست که یا انگلستان باید بر همه دنیا حکومت کند یا امریکا. ما با امام بودیم، سالهای متمادی امام رو بهتر از اونا میشناسیم. امام اگر امروز بود همون فریاد ابراهیمی، همون فریاد بت شکن رو امروز هم میزد، همون فریادی که ملت رو بیدار کرد و به انقلاب رسوند.